چیست؟ برادران عزیز، امروز تمام مردم ما در روسیه است. روسیه میدانیم بعد از چند مهلت باید گرانیت بگذاری با حجت یا با کار از نو کنی. ان همین 2 نفر امروز گرانیت سی دنیای آخرت در روانند. قبر گرانیت سی دنیای آخرت. های برادر عزیز، پیامبر مهربان از روی لطف و کرم ما و شما را سوالات گرانیت سر، دکومنت گرانیت سر گفتگی های بنده های خدا. زمان گرانیت میروی حجت میگیری تیار میشی، حتما حجت و دلیل تا بگیر. 3 سوال ای جوابشان پیامبر گفت. گرانیت سی دنیای آخرت پرسیده میشوی من ربک و ما دینک و من نبیک، آماده شو برای آن روز. در گرانیت سروی حجت پیشنهاد کنی، انشاءالله زمانی که گذشتی حجت داری او طرف آزاده در رحمت پروردگار میروی. برای همین خاطر با جمع شما ما آمدیم، این نماز جنازه میخوانیم تا من وارثاشان چی بگیرند؟ قلبشان آرامی بگیرد که همه روان است، نه این 2 نفر. همین است دنیا، آخر این زندگانی مردن است. هیچ کس در دنیا باقی نمیماند، اما آبروی پیش مولا بردن است. در مسافرت مردن شهادت ای، در آتش مردن شهادت ای. پیامبر علیه السلام گفت 6 نمود شهادت گفت، یکیش حریق است، یکیش غریق است. حریقش نبادا در یگان حالتی سوختار دوچار شدن ای. انشالله از خداوند امید داریم همون سوالاتی که گرانیت دنیای آخرت میگذارند الله ذوالجلال در زبانشان جاری بگرداند. به خاطر مسافرتشان، به خاطر شهادتشان خداوند برای وارثاشان هم صبر جمیل نصیب بفرماید. الان فرصتی آن رسید بالای هر مسلمان 2 حق است برادران عزیز. یکیش با منظره نوکی سوزن سوراخی نداشته باشد، مرگ آنجا داخل می شود. مرگ در آنجا شما را البته می یابد. از مرگ گریز نیست. در دیگر جای قرآن سوره جمعه خدا چی می گوید؟ قل، این امر به سوی محمد بود صلی الله علیه وسلم. ای محمد، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چی گفت محمد؟ گفت بر این مردمی که از مرگ میگریزند بگوشان. چی بگوشان؟ فانه ملاقیکم. شما از مرگ میگریزین، هر جا که گریختین مرگ از پیش روی شما میبراید. هر جا که میخواین روین مرگ از پیش چشم شما میبراید. از مرگ گریختن نمیشود. دیگر آیت قرآن سوره منافقون استعیذ بالله ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدانید که فردا به سر شما چی آمدنی است. شما نمیدانید. ولا تدری نفس بأی ارض تموت. شما نمیدانید که در کدام سرزمین شما جان به حق تسلیم میکنین. اینش هم شما نمیدانید. در کجا شما وفات میکنین هیچ کس نمیداند. تو نمیدانی که در خانه نزد فرزندات وفات میکنی. تو نمیدانی که در راه در سفر وفات میکنی. تو نمیدانی در یگان معرکه نان جان به حق تسلیم میکنی. تو نمیدانی که در راه یگان صدمه راه را دچار میشه. اینو تو نمیدانی. اینو هیچ کس نمیداند. در راه حضرت سلیمان علیه السلام بود میگد به این جوان خود از مصر بود، لیکن در کدام سرزمین خدا جانی او را گرفت. در راه حضرت سلیمان بود میگد یک جوان نزد حضرت سلیمان آمد. گفت سلیمان گفت از توی خواهش دارم. وقتی که میگد این جوان داخل خانه سلیمان شده بود،
نزد پهلوی سلیمان میگد عزرائیل برای زیارت سلیمان آمده بود. وقتی این جوان داخل شد و نزد سلیمان نشست و این عزرائیل میگد به این جوان چنان به یک شدت سختی نگاه کرد و بعد زمان رخصت از سلیمان گرفت و گفت من بدتر را زیارت میکنم و میگه عزرائیل ناپدید شد. این جوان میگه با سلیمان گفت این گفت بر من بسیار با یک شدت سختی نگاه کرد که در وجود من لرزه و ترس پیدا شد. سلیمان گفت من یک خواهش دارم. من گفت شهر خیتای میرم، به نیت تجارت رفته ایستادم، همین باد امر کن که مرا برده بر همونجا برساند. زمانهای سلیمان خداوند میگوید در قرآن که تمام باد، تمام شمال، تمام جین و پری و دیو همه در زیر همین اطاعت سلیمان بود. میگد حضرت سلیمان امر کرد باد را، مثل که امروز خیلی که یک سمالیات یک آدم به یک جای دیگه برده میرساند، این کار باد هم همین بود که انسان میگره و بر کدام مکانی که میخواست برده میرسانید. میگه این جوان را گرفت برده در شهر چین همون خیتای رسانید و گشته آمد و در زمان میگه عزرائیل نزد سلیمان حاضر شد. سلیمان میگه پرسانش کردم عزرائیل این جوان را چی اینقدر تو به شدت نگاه کردی؟ میگه عزرائیل گفت من در حیرت ماندم، مرا خداوند روان کرده بود بهر ان همین جوان که جان ای را تو در خیتای بگیر. وقتی من نزد تو آمدم ای را دیدم، در حیرت ماندم که آخر باید جان ای را خداوند امر کرده بود در خیتای بگیر، این در اینجا هست. لکن امر خدا که بود من در خیتای رسیدم، به مجرد که در اونجا ایستادم باد همین جوان را به پیش من آورد، من جانش در همون موضع گرفتم، پس گشته پیش تو آمدم. این همون آیتی هست که این تکون یدرکم الموت، در کجایی که نباشد شما مرگ شما را البته می‌یابد. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، در کدام سرزمین شما جان را تسلیم میکنید شما این نمیدانید. این جوان اگر میدانست که جان او را در همون چین میگیرند او به چین حرکت نمیکرد، همون نزد پدر مادر خود میستاد. لکن انسان نمیداند خود به پیش اجل دوان چکار میکند، میرود. یک جوان دیگر بود میگه دائما دعا میکرد اللهم اغفر لی ولی ملک الشمس، خدایا مرا و ملائکه آفتاب را خدایا مغفرت کن. دایی میگه دعاش همین بود. البته ماهتاب هم به خود ملائکه های دارد، شمال هم به خود ملائک دارد، رزق رسان خداوند هم که باشد خدمتگارهای و ملائکه ها هستند، آفتاب هم به خود گرداننده آفتاب هم خداست، لکن این هم به واسطه ملائکه ها می شود. میگه دائم دعا میکرد که خدایا مرا و همین ملائکه‌ای که وابسته به همین آفتاب است همین را مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. باره میگه همین جوان دعا کرد که ای خداوند همون ملائکه آفتاب چی خوب می شود که مرا به نزد خود برد تا که من از همون بالا یک عالم زیبایی را نظر کنم. میگد این جوان ملائکه همون آفتاب امر کرد، فرمان داد خداوند که این جوان دائم در حق تو دعاگو هست و این مطلبش همین است، من بنده خود هیچگاه ناامید نمی کنم، این جوان گو به نزد خودت بیار. این صاحب دقایق میگوید میگد وقتی که ملائکه آفتاب میگد راز دل این جوان اجرا کرد و آوردش میگد بر بالای همون آفتاب، این جوان میگد